سلام، چطورین؟ من اومدم با یه تست خوراکی دیگه. اسم این میوه لیچیه اگه درست بگم و یه میوه بومی چینه. من تا حالا نخوردم، خورده بودم یعنی بعد اولین بار گرفتم، گفتم بیام با هم دیگه تست کنیم. ظاهرش میبینید چه شبیه توت فرنگی میمونه، روش هم یه خارای اینجوری تیزی داره، یه پوست خیلی نازکی داره که پوست بگیری داخلش یه میوه ژله‌ای مانند سفیده. خودش این شکلیه، یه پوست نازک این شکلی هم داره و اینطوری ژله‌ای و نرمه. شیرینه، خیلی آب داره. اگه میوه لونگان رو خورده باشیم دقیقاً این همونه. نسبت به میوهش یه هسته بزرگی داره تقریبا. خوشمزه است، به نظرم برای یه بار امتحان کردم واقعا میارزه. تو ویدیو بعدی میبینم.